برادر سوال کردند که آیا در شریعت اجازت است که در روز جمعه مسلمانان همدیگر را جمعه مبارک گفته مبارکباد گویند و یا با واسطه پیامک ها و یا دیگر وسایل به دوستان و نزدیکان پیام فرستاده آنها را مبارکباد گویند. بنده در این مسئله به چند منبع و مراجع معتبر مذهب احناف مراجعت کردم. میخواهم خلاصه آن را برای شما بیان نمایم. طبق احادیث گوهربار نبوی روز جمعه روز عید است و فضیلت های بیشماری دارد، ولی از آن جهتی که در این روز تبریک و تهنئه گفتن از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و صحابه و تابعین رضی الله عنهم و امامان چهار مذهب رحمهم الله که ثابت نیست، ترک آن بهتر است، یعنی نکردن آن بهتر است، چون که آنها از ما دیده شریعت را خوبتر میفهمیدند، از ما دیده بیشتر به کار خیر و ثواب حریص و شوقمند بودند. پس چرا آنها به روز جمعه یکدیگر را مبارکباد نمی گفتند و برای همدیگر جمعه مبارک نمی گفتند؟ ببینید علمای مذهب حنفی چی می فرمایند. یکی از علمای برجسته مذهب حنفی ملا علی قاری رحمه الله در مرقات المفاتح شرح مشکات المصابیح می فرماید والمتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك أيضا فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع. یعنی چطوری که در انجام کار پیروی لازم است، در ترک و نکردن کار نیز پیروی لازم است. پس شخصی که بر کار مواظبت کند، یعنی کاری را بر دوام انجام دهد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن را نکرده باشد، مبتدع است، یعنی بدعت گذار است. مجدد الف ثانی شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه نیز که یکی از علمای بلندپایه مذهب حنفی است، در اشعة اللمعات به همین مضمون نوشته است که آن این قول ملا علی قاری رحمت الله علیه را تصدیق می کند. البته هستند نفرانی که تبریک گفتن روز جمعه را درست می دانند و از روی منبرها می گویند که جمعه مبارک گفتن سخن خوب است و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به هر کار خوب مردم را تبریک می گفتند. مثلا در توی تبریک می گفتند، برای فرزند نوزاد تبریک می گفتند و غیره. با چنین دلیل ها می گویند که جمعه مبارک گفتن درست است. البته که این قیاس خود آنهاست و بیرون از اصول شریعت است و بدون آوردن قول مجتهد فتوای آنها اعتبار ندارد. برای چنین افراد سوال است که وقت جمعه مبارک گفتن و تبریک یکدیگر در روز جمعه کار خوب باشد، پس چرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و یارانش چنین نکردند؟ شما که خود اعتراف دارید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در هر کار خوب تبریک می گفتند و چطوری که در بالا از قول ملا علی قاری رحمت الله علیه بیان کردیم، در کردن یا نکردن کار باید از پیامبر خدا و یارانش پیروی کنیم. هر کاری که آنها کردند انجام دهیم و هر کاری که انجام ندادند آن را ترک کنیم. برادران عزیز، پیروی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و یارانش رضی الله عنهم بهتر است، نه از هر کسی که پند و نصیحت می کند. و اگر اتفاقا گاهی همچون دعا جمعه مبارک گوید باکی ندارد، ولی نباید التزام شود، یعنی نباید این کار را لازم و یا سنت و مستحب دانسته بر دوام انجام داده شود. چطوری که امروز ها می بینیم در رسم یا نوار جمعه مبارک نوشته می فرستند. از خواب نخسته می بینی که الکی 40 پیامک جمعه مبارک آمده است. الکی مردم چنان عادت کرده اند که اگر به آنها جمعه مبارک نگویی ناراحت می شوند. این علامت لازم و ضروری دانستن این کاری است که از سلف صالحین ثابت نشده است. از همین جهت از چنین مبارکبادی های روز جمعه پرهیز کنید بهتر است.
والله اعلم بالصواب.